نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ برنامه شام غریبان. بازم تشکری میکنیم از یک برادری که نام اینا نخواستم گرفته شه. به مبلغ 25,000 پول افغانی روان کردم که ما به 5 فامیل نیازمند میریم مواد غذایی میگیریم. اینا بینندگان عزیز 15,000 افغانی اینا کمک 10,000 افغانی به خاطر که برادر روزه نتونستم مشکل داشتم بگیرم کفاره روزه 10,000 افغانی و سرسایه روزه. از شما خواهشمندم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. یواش یواش میریم رو به سمت فروشگاه مواد غذایی میگیریم. انشالله میریم بزی خونه نیازمندا به 5 فامیل توزیع میکنیم. خداوند اینار خیر بده، خداوند با حضرت و آخرت بزی لالا موز بده، خیر ببینم داغ اولادا خود نبینم. بینندگان نازنین هر برادر هر همشیری که بزی مسکینا نه به بابت ماه مبارک رمضان ثواب همیشه است. کمک اگر بکنیم همیشه مردم نیازمنده. با این مسکینا کمک کنیم. به جلو همین ویدیو ما به انشاءالله به امید الله پاک به مسلمانان تسلیم میدم که ثواب به شما برسه، برای ما یک ذره ثواب برسه. یک افغانی خور غیر از اینی که شما پول تل موتر روان میکنیم، یک افغانی خور به ما آدم شما نبخشیم. پس از شما خواهشمندم که همراه ما باشیم، میریم مواد میگیریم. سیاست که واقعا ایتا به شما بگم بینندگان عزیز، اینا پیش از این که ما اینا معرفی کنم باور کنین که همسایا گفتم اینا نون چای میخورم به می ماه مبارک رمضان نون چای میخورم که حتی یک ذره تاهم نیه. خدای پاک به شما عمر بده، خدای پاک با کاروبار شما رونق بده، با مال شما برکت بده که غم از این مسکینا بیچارا میخوریم. بازم تشکری میکنیم بینندگان عزیز، بیشتر وقت شما نمیگیریم. 15 قلم خوراکی استوندیم از دکان، بعد یک دانه مرغ بزی همشیره گرفتیم دیگه. آن خور جان امین که خدا واسه از طرف این برادر برای شما کمک ری کردم. اینا مشکل معده دارم و بالاخره نتونستم روزه بگیرم، هم کفاره روزه و هم از 4 نفر خود اینا اولادکای اینا خانم اینا سرسایه روزه خدا واسه برای شما کمک کردم. تشکر میکنم از برادر محترم. خود از دیگران خواهشمندم که امیت ما فامیلا را به نظر بگیرم، کمک داشته باشم و خداوند اطاعت عبادت مولود درگاه خود قبول فرماید دیگه. تشکر میکنم از اینا و از برادران دیگه. خود زنده باشین بینندگان عزیز، همراه ما باشین. بازم سلام داریم به خدمت شما بینندگان عزیز. آمدیم به یک سرادگی به پهلوی یک مادر در کنار اینا که واقعا بسیار یک جای بعد زندگی میکنم. شما نگاه کنیم خونی از اینا، زندگی از اینا که در و سر نداره، خونه ای اصلا راه نداره که بیچاره پایین بالا باشم. مادر جان خدا واسه مینار برای 5 فامیل یک برادر کمک کردم. همینا خدا واسه برای شما کمک کردم مادر جان. خیر بینیم، بارک الله، تشکر. شخوم به خونه دیگه تو گوش میمیت ازم کمپل ویدیو کردیه خاکا که میریزه ول میخوازیم میجیم میایم به ویدیو با خاکا که میسته که بعد میریم مو خونه خوب میشه. خود مکاشی تیار بده خود نموشت دردی اون عکسام 50 تا 100 تا نقطه برابر گذاشته پام درد میکنه، پام فاصله پیدا کرده که از اینجا تاولا شده. منال میگم بیا پاک عمل کو. برفتم دوشه بشه بخونه کلون بستر بودم رد دوشه ابی پولی به رخصت کردم بیا ما تو کسی کمک در کارم مال که فعلا دیگه مشه ما روزی به سربانی خیر بینه خداوند به شما عمر بده ما ضربت جمع کردن نتونیم اما که فعلا نی خود من مشت دردی سرا ایلا روزگار چیزی هم نیم. تشکر از شما. خب بینندگان نازنین همراه ما باشیم که جا دیگه هم هست ان شاء الله میریم تشکری میکنیم بازم از این برادر.
این همشیری که به کنار ما هستم واقعا ناتوانم، واقعا نیازمندم. اینا فکر کنم که 5-6 نفرم خرج خورم و دو هفته پیشتر اینجا یک برادر کمک کرده بیدم. اینا معلومات دارین که پیار بچه ها از اینا به مدت 1 سال میشه به مریضی های کلون دوچار شده بیدن. خب خداوند بیامرزه، فت شدن به مبلغ 3 لک افغانی هم. بیننده های عزیز، همین سیاست را به وزنه که شما مشاهده میکنیم اینا قرض دارم. بیننده های نازنین، شما فکر نکنیم کمک، خیرات، زکات، سرسایی روزه تنها مثال میشه که به می ماه مبارک رمضان کمک کنیم، خیرات بدیم. هر وقت که شما خیرات بدیم، هر وقت کمک به مسکینا بکنیم، الله پاک با حضرت و آخرت برای شما مزد میده. بیشتر وقت شما نمیگیریم. بیننده های عزیز، 16 قلمه، 15 قلم هم از دکان خریدیم. 1 قلم هم برادر گفتم 1 دونه مرغ برو از اینا بگذاریم که افطار کنم. همه چیز انشالله هست. ما دیگه نیاز نیه که ما پلاستیکا رو واک کنیم و بالاخره 16 قلم جنسه. خب از شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. جا دیگه هم هسته، آخرین خونه هست انشالله مشاهده میکنیم. باز هم اینجا با شما خداحافظی میکنیم. همشیری که در کنار ما هستم، اینا از شخصایی هستم که اینا پیار به چاخور دست دادم. مدت 14-15 برج میشه که فت کردم و نمیفهم که چند نفر خرج خورم. بالاخره ما 7 نفر. 7 نفر. بله. نوناور خونه شما کینه؟ هیچ کس غیر از خدا که روزی رو اول کنه. میته کسم هستی خیر خیراتی یک کار کسمی بکنیم، یعنی نمینه دیگه کسی کنه که خود شما کار میکنین؟ بله. خب این خونه چند کرا میدین؟ 2000. راست میگیم بیننده های عزیز، خونه اینا باور کنیم همون در تاریکه که نتونستیم برای ما تصویر بگیریم. خب مادر جان، امینا خدا و وس برادر کمک کردم. 16 قلم، از این 16 قلم 1 قلم مرغ که گفتم هر کدوم 1 دونه مرغ هم بگیریم. بالاخره برنج و روغن و نخود و لوبی، شکر و رب و مکرانی و 2 رقم چای و دشمله و بالاخره ریکا، شامپو، همینا پودر، همینا خدا و وس همه چیز هست و انشالله امین کار خدای پاک قبول کنه. از این مسلمون مشکل داشتم، خدای پاک مشکل از اینا هم رفع کنه. طوری که من پیشتر گفتم آمدیم به خانه یک بیوزن بسیار مستضعف، بسیار یک انسان غریب و ناتوان. بینندای نازنین، شما تصویران مشاهده کنید که اینا هفته پیشتر هم یک برادر کمک کرده بیدم. واقعا اینا ناتوانم. برادر عزیز خمی رضایت دارم که میت وقتی که به ما کمک کرده، به ما روزی مبارک، روزای با برکت، روزای با ایمان، روزای با فکر، روزای خوب. خداوند شفی آخرت و زیرت کنه. خداوند اولادای نربزینا چراغ دل کنه. خداوند بزرگ عمر با ایمانی بده. با ایمان میاییم، با ایمان هم میرمی. خداوند خیر بده، مزد آخرت بده، روز خوبی باشه. همیتا مسلمان کمک میکنه. خداوند عمری به جنا بده. یک جوان تشکر از اینا داریم که به میت وقتی با ما کمک میکنه. ماه مبارک رمضان، روز خوب و با برکت ماه بزرگی. خیر بینین، تشکر. خداوند خیر بینی، خونه آباد، بارک الله شما. زنده باشیم. 15 قلم خوراکی، 1 دونه مرغ، 16 قلمون تسلیم برای شما. بخیر باشید. تشکر. خیر بینی، خونه آباد، بارک الله شما. خداوند اونم از شفای غیبی بده. خداوند بروی حق حبیب خو همین تکو با ما کمک کرده. خداوند حاجل غیبی بروی حق حبیب خو بزی دل کشیدیم و خداوند در جنت بروی برنواسی واکنه. الهی آمین مادر جان. تشکر از شما. تشکر. خیر بینی، شما خونه از پریشانی نجات ده. الهی آمین. زنده باشیم. تشکر. بینندای نازنین،
به داخل یک خانه که به خدا قابل شیشتن نیه. این خانه در دروازه دیوال هیچی نداره. هر برادر هر همشیری که به زی سیاست کمک کنم، مادر ما و شما هستم، به اینا کمک کنیم، به دست اینا به می جلو دوربین تسلیم میدیم.